ای بچه با تو کی؟ شوکت، تو نام مرا کجا میدونی برادر؟ پیش از تو را کشتن یک سوال دارم. بخیر باشد انشالله. جنگاور کیست؟ ای بچه من با جنگاور مونندم. من جنگاور پنگاور نیستم. کلتاکیلس و کمال سیاه، امشب جزای اژدهار سرخ را میبینید. جنگاور کی هستی تو؟ چی میخواهی؟ کی بودنم را حاضر میفهمی؟ امشب بسیار امری معروفی خوب شده. برکت یابد هجری. بله بسیار خوب شده که خدایا این چی است؟ به این آدم ها چیده شده است کلیدیم. وای این کنان است. اینها آدم هایش. آخر اینها رو کی کشته باشد دوستم؟ رک زودیاری تجیلی را زن خدایا یا خدایا. الو تو را پاره میکنم جنگاور. برادرم را کشتی، من تو را میکشم. تو کی هستی؟ برادرت کی است؟ نامم اژدهار سرخ است. اکای خیالی هستم. تو اکای خیالی هستی؟ برای گرفتن انتقام برادرم آمدم. تو را پاره میکنم. برادرت را من نکشتم. از ترس دروغ گفته از مرگ نجات نمییابی.
من به شما گفته بودم که اژدهای سرخ میآید. انا اژدهای سرخ آمده است. شوکت را چه خیلی پاره کرده است. ندیده سردارم؟ چیا میگویی ابله؟ از کجا فهمیدی که اژدها کرده است؟ این مردک دیگه کی خیلی بیرحمه. پای شمشیر در لباسش ندیدی؟ فش 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 فش. انیق اژدهای سرخ. رفتیم لوین، رفتیم. قاتل اژدهای سرخ همه ما رو پاره میکنن، همه ما رو. تو خواهی مرد جنگاور. خون برادرم در زمین نمیماند. گوش کن دوستم، عجبا مرده باشند. چی میدونم که جوهر انشالله نمرده اند. این را کی کرده باشد؟ عجبا نمیدونم که. این کار را بینه در بین کوچه. ای مردک چی کم شیده اینجا ده. چی گپ شده است اینجا؟ کمیسر کنان دیوانه و آدمهایش را وحشیانه پاره کردند. سردارم اینو را اژدهای سرخ پاره کرده است. آیا زنده باشد؟ این کار بسیار دوام کرد. پروا نکن جنگاور. زخم شمشیر درد نمی کند. چشمانت کشاده میموری. تو را کشته دلت را برآورده میخورم. سردارم اژدهای سرخ برای گرفتن قصاص برادرش خیالی آمده است. همش معلوم است. چی میگویی دیوانه؟ ای بچه، خیالی را جنگاور کشت. اژدها را از کنان دیوانه چی میخواهد؟ ای سردارم نمیفهمید پیش از اینها شوکت را کشت. از روی افهمید کشته آدم را. بعد اینا نصیب باشد نوبت خود ماند. ای رو گم شو ترسون چکی دیوانه. الو گوش کنید. با قطر زهراشانلی 2 گروهی پلیس ها را روانه کنید. من هم میآیم.
حیاتت به آخر میرسد. نه چرا من اینقدر تشنه شدم؟ برای پلیس ها دعا کن. هر کسی که به تو یاری میدهد با تو یک جا میمرد. خون برادرم را در زمین نمیگذارم. با تو گفتم که برادرت رو من نکشتم. پگاه کسانی را که به تو یاری داده بودن میکشم. راهم را گرفته نمیتوانی. تو را از همه آخر میکشم. خدای در این وقتی شب کی باشد عجبا. کسی را که میکوبید در اینجا نیست. کالتاکیلس را ما ندیدیم در اینجا نیست. برای کالتاکیلس نآمدیم خانم. کمیسر اونال ما را برای پرسش روان کرد که یگان حادثه رخ داده است یا نه. در گرد و اطراف خانه یگان کسی شبهناک را ندیدید؟ نه ما هیچ کس را ندیدیم. سردار امی اژدهار یک عاقب پدر آدم بود است. ماهی رمضان نگفته همه آدم را کش. نوبت خود اکا چی ها میگوی لوند؟ آخر او آدم کش دیوانه است. رمضان را از کجا میداند به شرف؟ دستگاهی آدم کشی است. بله سردار، همین مدت ضررش نرسد دو طرفش توکلش بر خدا. ندیدی آخر کنان دیوانه و آدمهایش سلاحهایشان را ناکشیده در یک ثانیه آنها را پاره کرده است. اکاونل بگو که نمرده هم زنده نه؟ نمیدانم لوین، نمیدانم. وضعیت وزنین است، کمتر پس میفهمیم. بین اژدها سرخ نباشد. لبای سردارم در قصر هیچ کس را ندیدن. اینجا هیچ گپی نیست. شد من میآیم، باز از آنجا دور نشوید. چی شده باشد؟ پلیس کی را میکوبد؟ نه ترس جانم، برای تو نآمدند. یک آدمی شبهناک را میکوبند. نامش چی بوده است؟ سرخ بوده است؟ چی بوده است؟ یزدان پلیس ها رو برای همین به اینجا روان کرده است. گویا من این رو نمیفهمم. اون رابین حالا هم از پس من است. جانم آرام باش، برای تو نآمدند، رفتن که آخران ها. خیر هیچ گپ نه. بیا خواب میکنی. بیا. پگاه بر وقت میخیزی. زیا تو چرا در بری من خواب میکنی؟ چه گپ است؟ در کجا خواب کنم؟ در زمین. دیگر در کجا میشو؟ خیر زهرا، چرا در زمین خواب میکردم؟ زیا ما حالا نکاح نداریم. جایز است مگر؟ جایز است بیا. نیست جانم. خیز کنی خیز. این کار را بینم. با خدا پگاه اولین کار اجری را دعوت کردم. با تو نکاح میکنم. قسم میخورم. دلگیر شدم. خیر جانم، خوب خوش. شب بخیر.
این هفته در زمین خوب کرده عادت کرده یه بسیار راحت است همیخه نه؟ به ستون مهره فایده داره. هجری؟ کجا شدی؟ 2 ساعت است که تو رو منتظرم. با نفشت طاقت نکرده خواب رفت. چی شده است به تو؟ هیچ چیز نیست. چی خیلی هیچ چیز نیست ها؟ مثل که با کسی جنگیده ای. چی شده است؟ بیمار شدی؟ خونو خوردی؟ چی؟ زود لیمو و پودینه جوشانم برایت؟ چیزی نیست سنم. خوبم من. رحمتی کردم. چی خیلی یعنی باوری داری که خوب است هجری؟ گفتم که خوبم سنم. خوب هستی یعنی؟ بله. همش خوب است. بله سنم. همش خوب است. همه طرف خوبم من. چرا اینقدر خوشحال هستی هجری جان؟ نمیدونم. همین خیلی می نموید. مادام خوشحال بودی چرا به خانه در آمدی رنگ و رویت پرید؟ یا اینکه وجدانت عذاب میدید؟ چی؟ چرا اینقدر حیران شدی؟ من خوب میکنم سنم. شب بخیر. ایستا تو خوب نمیکنی. حاضر تو به من جواب میدهی. چی رو جواب دهم؟ در کجا بودی هجری؟ چرا دروغ میگویی؟ در کجا بودی؟ با کی بودی؟ چی کار کردی؟ بگو. زود قایل شو. سنم چی رو قایل شوم؟ کیست آن زن؟ چی ها میگویی؟ کدام زنه؟ من منتظری تو ایستادم تو باشی با کدام زن دلخوشی میکردی؟ سنم این چه خیل گپ است؟ من مؤذنم. این خیل کارها رو من مگر میکنم؟ اصلا از تو بر این مولای حاجی ها ترسیدن در کار. توبه استغفرالله. مگر من با اون مولاهای گفته تو مانند هستم؟ چرا تهمت میکنی؟ نمیدونستم. نباشد بدون سنم. من تو رو دوست میدارم. خودت میدونی. به خاطر جایز نیست به تو نزدیک نمیشوم و رفته به دیگر زن نزدیک میشوم. عقل تو به این نمیگیرد مگر؟ در ماه مبارک رمضان گپ‌های گفته‌اش رو بین. هجری کنی یک بار دیگر بگو. چی رو باری دیگر گویم؟ گپی پیشتر گفته‌ات رو. من پیشتر چی گفتم؟ آخر تو رو دوست میدارم گفتی که کنی یک بار دیگر بگو. همین خیل گفتم. هیچ دریات ندارم. کنی یک بار دیگر بگو. کنی عزیزم. مایلش. تو رو دوست میدارم سنم. اجازت است رفته خوب کنم؟ شد نباشد خوب کن. من تو رو صبح صادق بیدار میکنم. زنگی ساعت رو میگذارم من. گرچه زنگم لازم نیست. به این هم من خوب نمیکنم. مایلش جانم. خوب این دیست که با تو. بوسه شب بخیرم رو میگیرم. بوسه چی؟ بوسه شب بخیر. سنم جان بوسه شب بخیر جایز نیست. بعد از نکاح می شود. این جایز نیست اون جایز نیست. کافیست اکنونی؟ خدا جان هر چی زودتر خانه دار شویم و همه چیز جایز شود. دوستانم رو باید محافظت کنم. اژدها رسول خطرناک است. خدایا در این کار با من یاری بده.
санам бо диққат бош. санам худатро эҳтиёт кун. санам ҳиҷрӣ, маро садо кардӣ? санам ҳиҷрӣ, маро садо кардӣ ҷонам? санам хоб аст ку. санам ҳамин ҷоям ҷонам, ту хоб кун. чӣ хеле зебо хобидааст, мисли кӯдак. аҷабо аз рухсораш як буса кунам ё не? мешавад? не, намешавад, ҷоиз нест. аммо як борак чӣ мешавад? бо як бусаи хурдакак ӯро чӣ мешавад? ҳиҷрӣ, ором намести ку? гоҳ ба рост, гоҳ ба чап мегарди, бусида наметавонам. охир танҳо як бусаи хурдакак. ҳозир туро мебусам, худам мебинӣ. чӣ шуда? тавба, астағфируллоҳ. гуфтам як буса кунам, ин ҳоло бин дар моҳи рамазон ба гуноҳ даст мезанам. ба худо майлаш, ман набусам беҳтараш. занги соат мегузорам, субҳи содиқ мехезем. бусида наметавонам. سلام بر رمضان، به ما آوردی صفا. شکری هم به درگاه خدا، در هر نفس 1000 بار. به عالم آوردی مژده، به عالمیام آوردی مژده ها. درخت ها میکنند سجده برای آمدن ماه رمضان. چشمانمان روشن باد چون روزهای مبارک رمضان. شاه 11 ماه دیگر خاموش آمدی به خانه ما. شام که ماه را دیدیم به اندازه شکرانه کردیم. شکمی من طاقت ندارد زود برای صبح خوردن خیزید. ای مردم زودتر خیزید که وقتی سحر خوراک شد. این صدای چیست؟ ای مردم بخیزید که وقتی سحر خوراک شد. چی گپ شده باشد؟ صادق شده شما از خواب نمیخیزید. پدرت به نزدت آمد چرا از جایت نمیخیزی؟
پسری ناخلف هستی، چرا در صفی صادق نمیخیزی؟ خیز که ناخلف حاضر تگی پایت نکنم. پدر چرا این رو در بخی گوش من می نوزی ها؟ خاموش ناخلف، گپ نزن. برای سحر خوری آماده شم. صبح صادق شده است، بلبل ها صدا دارند، و افطار که رسیده دلهایمان پیوست می شوند. مناره ها صدا دارند، صفهای نماز پر شدند، از رمضان نصیب نمیگیرند غافل هایی که در خواب غفلت هستند. چرا خواب میروی؟ چرا خواب میروی؟ از این خواب فایده به دست نخواهی آورد. کنی خسته نماز را بخوام، جنت اعلی را صاحب میشوی. این چی خیلی خواب است؟ چی خیلی سخت خواب رفتند؟ اینقدر دایره زدم هیچ کس بیدار نشده. قدری این ماه را بدان، شکر نعمتش را بجار. در ماه مبارک رمضان حق را باید عبادت کنیم. ماهی تو بسیار است، کنی بری توبه برخیز. رو از اینجا چی کار میکنی ها؟ دیوانه. زیو سر برای سجده می رود، آب از چشمه ها می ریزد. زود برخیز ای غافل برای نماز. تو چی کار میکنی ها؟ مگر آدم رو همین خیل بیدار میکنن؟ پرده گوش هم داری. بسیار گپ نزن ساخته کار. صبح صادق شد برخیز، بلبل ها صدا دارند. تو حالا هم در خواب هستی، مگر تو روزن نمیگیری؟ وقتی نهار فرا رسید، خوشبختی نصیب توست. برخیز ای سلطانم، این تلاشم برای توست.
جناب عظمی؟ این دلم مثل خنجر است که در بالای آتش است، باید قدر و حرمت یکدیگر را دانست. سلطانم خسکی صبح دمیده است، قربانت شوم من تو را، قربانی تو می شوم. ای تمام تمام جناب عظمی، تمام. چی شد سلطانم؟ بیدار شدی؟ همه یک جای خستیم، در راهی حق قدم باندیم. هر نفره که روزی خوب می دارد عاقبتش بخیر باشد. پدر قربونت شوم، التماس این رومون چی هسته؟ خاموش، ناخلف. شاه 11 ماهی دیگر پر قیمت و گران است. به این جهانی ما آمد، خوش آمدی رمضان، خوش آمدی رمضان. سردارم این حالوی در ماه مبارک رمضان در بیمخانه سحر خوراک کرده شدیم. چی از پسرم؟ پلیس را لازم شود در همه جا خوراک میخورد. درست میگید سردارم، برای ما همه جا رمضان است، ما باید 24 ساعت روزه بگیریم. چی میگویی تو؟ حالوی اکا خوراکت را بخور، کمی خاموش باش. نوشی جان سردارم. رحمت بشر، بیا یک جای خوریم. نهار نخورده ای؟ بفرما. رحمت سردارم، ما با بچه ها میخوریم. بخیر است، چیزی شده است؟ آیدی ترکیش انبار دلیلی که شما فرستادید از طرف سود قبول نگشت. همین رو گفتنی بودم. چی خیلی قبول نشده است؟ سود برای ناکفایگی دلیل ها دل رو محکم کرد. چی خیلی محکم کرده است؟ مایلی باشید برای اگه چی بخی وقتی بام دو چید هوی خواهی جان. اوه کلتکل است، از دستی من خلاصی نداری تو آشنا. سردارم چرا چنین میگوید؟ وقتی که یگان دلیل از جنایت او نداریم چی خیلی اثبات میکنیم؟ چی میگوی دیوانه؟ کلتکل است با زبان خودش اعتراف نکرد که برای حمایه خودم من سقراط را کشتم. هم مردک در پیش سودیا باور داری که کلتکل میخیز هم خیلی گپ میگن. حیات داره و مردک قبول نمیکنه برای که ما یگان دلیل نداریم. اوه کلتکل است. سردار اینها آخر اژدهار صبح چقدر آدم بی وجدان بی اخلاق بوده است. دو آدم خوب را کشت، دو کسی دیگر از پشت او در کام است. سردارم الو چی گپ شد؟ تمام سردارم انبار رو که اژدهار سرخ استفاده می‌برده است بچه‌ها پیدا کردن. انبار گفتی؟ اوه میریم کابین الیانی. رفتیم. نمونده که میرخ شروع بخوریم سیر کنیم. زیا ما چند ساعت روزه میگیریم؟ قریب 17.5 ساعت. قریب 17.5 ساعت؟ بله به خدا. کاش رمضان رو در انتارکتیدا میگذرونیدیم. حاضر آنجا زمستان است. یک بار فکر کنید افطار را ساعتی 4 یا 5 میکردیم، چی خیلی خوب میشد. سلطانم تو امر کن، در حال تو را به سیبیر میبرم. وای عظمی جان، تو میدونی پیشتر دومولا بودی. من کسل قند دارم، اگر روزه نگیرم میشود؟ البته میشود. ماند از برای خدا.
این آدم دیوانه است. ملاگی را از کجا میداند؟ مگر از تو پرسید ساختکار؟ از من پرسید. منزیو با این دیوانه سر کار نگیر. ملش کافی است پدرم را دیوانه نگوید. یا ندیدی؟ پسر هم مثل پدر هیچ فرقی نداره. تو دعا کن که در ماه مبارک رمضان هستیم، وگرنه در رمضان نمی بودیم چی میشد؟ ای بس آخیرای از صبح سر نکنید. خوب شده است. سلطانم تو از خندیده شیرین تر هستی. نه البته. جونی من کنی دهانت را کشا که بینم. ای اسمی جان چیکار میکنی آخیر؟ کنی خور شیرینکی من. جونم نوشی جانه شد. کالون دوتی آخیر. جونی من کنی کشا دهانت را کشا. اینش رو خودت خور. چرا برای خودت کم برداشتی؟ مربای انگوری رو ها؟ زیو تو هم به من مربای انگور میخورانی؟ آبا زهرا خودت بخور خیلی. آخر من از دست تو خوردن میخواهم. مثل این دیوانه رومانتیک نیستی مگر؟ از برای خدا در صبح صادق از کجا رومانتیک نکنید این کارات دیوانه همش از پشت تو شد. من چی نگاه داری تو؟ مربای انگور دهم؟ نمیخواهم جانم رحمت. آخر کمی. چی کار میکنی؟ نمیخواهم میگویم. دیوانه هستی؟ چی هستی ها؟ اقلا یک قشوق ها کنی؟ شد تمام دهو خب کن. کنی آفرین. نوشی جانت شود شیرین شود. کونه لوشی که کسی که ماشین قرفونه رو سردار در داخل در دیوار بعضی رسم‌ها هست. رسم کی پسرم؟ از کمیسر لونت و رسم شما هم هست. چی میگویا؟ کنی یک سوی است؟ سردارم او برای کشتن همه محل آمده است. به اینجا نگاه کنید، صورت همه من است. او مگر دیوانه است؟ صورت من یک جفته باشه. در بالای موت خط نکشیده سکونه برای می زنده ایم.
ملیس تو چیکار میکنی ها؟ کافی است. مادر 17 ساعت روزه میداریم، خودم رو سیراب میکنم. ملیس سفسطه مگو، تو اشتر هستی که خودت رو سیراب میکنی. مان ویرون مان. زیا نه روزه دار باشی دوش گیره روزه اد میشکنن مگر؟ نمیشکنن. ساخته کار خاموش باش. تو از کجا میدانی ها؟ از کجا میدانی؟ مرا پوست دخترم مرا نمیشکنن. من چی گفتم؟ یگان چیزی دیگر گفتم مگر؟ داملا منم. تو نیستی، تو ساخته کار هستی. دیوانه. کلتکلس، کمال سیاه، عدنان جسور، هجری، بابا قدیر، اینش منم. آخرین به این سفره بینداد همه رسم زیبایم را گذاشته است. خیلی دلش بین میشده باشد. جوانی زیبا، سیمپاتیش نیه. خیر نبود. شیقو او را کشت کو. کنانی دیوانه شرف خدا رحمت چو کنه. نمک و قادم خوب نبود. این آدم بسیار تیز حرکت است. این آدم را زود دستگیر کردن لازم، وگرنه همه جا پر از خون می شود. در کجا پنهان شده باشد این آدم؟ اژدهای سرخ در جایهای تاریک زندگانی میکند سردارم. کدام زمان از کدام چقوری میبره هیچ معلوم نیست. سخت میترسم. ای بس کن فانتازیا را. آخری برادری اودیسه خوخش رو ببینه. اکه اونالت زنگ گرفتی مزه زنه چشیده، ولی من مزه زنه نچشیدم. میفرم در آغوش سیلین بمونم. کلتکلس از آزاد شدنش شاد نمی شود. بین در روی خط مرده او هم هست. سردارم فکرای ایندیس که میکنی کو؟ اگه تو گفتنی که قطعی اژدهای سرخ همکاری کنیم و کلتکلس با خپیم بکشیم حاضر بس من کلتکلس زنگ بزنم نقشه شما را گپ بزنم. سفسطه نگو. من این خیلی نگفتم. من با یک جنایتکار برای دیگر جنایتکار همکاری نمیکنم. اکه اونال چیکار میکنیم؟ اکه چیکار میکنیم؟ اکه اقلا نفقه میبرماده؟ این نفقه ما یک نولانو نخورده می بدبخت ما را میکشه. لوینت خاموش باش، خاموش. من اینم را خوردی، خاموش. آه ایجریه برادر زیبایم، چقدر بی‌طالب بوده ای. حالا زن نگرفته لقمه اژدهای سرخ میشوی. آخر اژدهای سرخ بی عقل است. تو چی میخواهد؟ سردارم در حقیقت کلتکلس رو میدونم، خودم رو هم میدونم. اژدهای سرخ از هجری چی میخواهد؟ از برای خدا او رو چی اینجا چسبانده است؟ یعنی چرا او رو میکشته است؟ لوین تو درست گفته بودی. این اژدهای سرخ هر کسی که به مرگ برادرش علاقمند باشد کشتن میخواهد. مرا فهمیدی؟ خوب سردارم، ولی خیالی را ما نکشتیم کو، جنگاور را کش. اما چنین است. ولی این دیوانه فکر میکنه که ما با جنگاور همکاری میکنیم. درد اساسی او جنگاور است. او را در آخر میگذارد. پیش از او اینها را میکشد. سردارم حالا هم سری وقت است. میدونی هرچی زودتر انجاهوی خوردن در کار. تو چی میگویی ها؟ ما پلیس هستیم. کاری ما اینها را محافظت کردن است. ما را که اژدها سرخ محافظت میکند که اونا یک بار فکر کن به عقل. لوین عجب نوبتی کی باشد؟ انیق نوبتی من است. بسیار با مزه خوردیم. مادر جان مرا پگاه تا افطار بیدار نکن میلش. البته می شود. یگان خواهشی دیگر نداری؟ ما همه روزه می داریم، تو خواب می روی. نگیز. اوف مادره باز سر نکنی. مرا بین، با خواب رفتن روزه نمی گیرن. خواب نمی کنی. وای می شود خانم تولین مونی دختر بیچاره خواب کنه. زد نیست نگدیای. آخیر چرا پدر؟ من هم تو عصر خوب می رفتم. نمی شود. در صبح بر وقت می خیزانم تو را. تا شام در روی پایت راست نیستی. هیچ خواب نمی کنی. با قدر روزت می رسی. شاید آن وقت آدم شوی ناخلف. اوف پدر،
به خدا این مراتبه بسیار گپ بد زدی دیوانه. لونت، همه را خبر دادن لازم. حیات همه زیر خطر است. حیات همه آن کسانی که در روی خطر زیر خطر است. سردارم، این خیل باشد حیات ما در زیر خطر است. همین خیل است. اما ما پلیس هستیم، در دست سلاح داریم، خودمان را محافظت میکنیم. کنعانی دیوانه هم آدم های سلاح داشتن. چی شد سردارم؟ هیچ کار از دستشان نآمد. حق است لونت، بسیار زود حرکت است. با او با دقت بودن لازم. زود باشید، روزه شروع شد. نوشید، زود نیت کنید. از آن صدا داد. بله، روزه شروع شد، رسما آغاز شد. خوب که در وقتش آب نوشید. وقت را بسیار خوب میدونی پدر. همش زیر نظارت است. قریب بود که روزه اماشی کند. نپرس، در وقتش تمام شد. آب زیاد نوشیدی؟ نوشیدیم به قدر کافی نوشیدیم. به خدا. به تو چیه؟ تو چرا جواب میدهی؟ آخری برادر، نامزدت پرسید، من هم ساده جواب دادم. چی شد؟ یا خدایا، سوال هم پرسد جواب نده. جواب دیم چی میشود؟ باز سر نکنید. بس است آخر، بس. خودش چی گپ است که مثل سگ و گربه میچسبید؟ کدومش گربه است ینگر؟ اوف زهرا، دیگر دهانت را نکشان داخلف. نکشا. پدر، تو از پشت کی هستی ها؟ در پشت حق هستم. سیاه کمال گناهی نداشت، چرا این خیر کردی سیاه؟ تو از پشت کی هستی زهرا؟ از پشت حقم. اینک وقت روزه شروع شد، خدا قبول کند. آمین. از این وقت اعتبارا ممنوعهای روزه آغاز یافت. همه تان زیر نظارت من هستید، با دقت باشید هیچ کس خطا نکند. در این وقت کی است؟ کی باشد؟ اکه اونال هم اینجا بوی اژدها رو میکنه. بیایم اینجا بریم. اونال گفت؟ اونال از کجا برم؟ با من گوش کنید. باز نگوید که در اینجا هستم. پروا نکن برادر، مرا باور کن، علال خصوص پدرم را. چی داد میزنی زهرا؟ ما کر نیستیم. یک اونال از برای خدا گفت کم کنید. باید به همه بفهمونیم که اژدها سرخ آمدگی گوشه همشون هم میبره. اژدها سرخ گفتید؟ اوه، اونال، چرا ما رو اینجا جمع کردی؟ تشویش شدیم از نکنی بگو. گپ‌هایی که حاضر میگویم میخوام آرامانه گوش کنید. مایلش. حیات هممون زیر خطر است. چی؟ چی خیلی یعنی؟ چی خیلی؟ چی خیلی خطری از نه؟ چی گفتن میخواهی؟ برادر خیالی اژدهای سرخ به ترکیه آمده است. اژدهای سرخ؟ اژدهای سرخ باز کی است؟ خیر، آمده باشد آمده است. با ما چی؟ حیات ما چرا زیر خطر بوده است کی؟ این اژدهای سرخ گفتنی آدم برای گرفتن انتقام برادرش آمده است و در دستش یک روی خط مرگ است. روی خط مرگ گفتی؟ اژدها سرخ بسیار آدمی بدهیبت و بدبخت است. شمشیرش از تیز حرکت است و هر کسی که از پیشش برای دستای شمشیرش میکشد. خوب، ولی برادرش را ما نکشتیم، چرا ما رو میکشد؟ ولی اشین که در آن روی خط بعضی از شما هستید. چی خیلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در روی خط اژدهای سرخ کانون دیوانه و آدمهایش بابای قادر، شوکت با سری مرا به بلا گرفتار میکنی، همین خیلی نه؟ حضرت هجری. چی؟ هجری گفتی؟ هجری گفتی؟ هجری چی علاقه داره؟ کمال سیاه. کمال گفتی؟
پسرم نترس، من آن اژدهای سرخ را با شمشیرش پاره پاره میکنم. سامورای حقیقی من هستم. تو پروا نکن پدر جان، مرا تنها از خدا ترسیدن را آموزاندن، از بندنی. عدنان جسور. چی؟ تو پروا نکن جانم، من در برات هستم. آخر اونال، من نمیفهمم میلیس در اینجا چه علاقه دارد؟ من میلیس نگفتم که تولین، عدنان جسور گفتم. و باقی مانده من و لیوین هم هستیم. افسوس ما نبودیم. ما خلاص شدیم. پسرم عدنان جسور. خدا. آها ما نبودیم. میلیس فراموش نکن، پسر تواد عدنان رو بگو که دیگر به استانبول ناید. در جایی که هست همانجا پنهان شود تا وقتی که ما اژدهای سرخ را دستگیر نکنیم همانجا ماند. تمام یزدان. آخر اونال خوب و شما چرا او رو دستگیر نکردید؟ در کجا بودنش هیچ کس نمیدوند. اون مثل خیال است. به این هم نوع برادرش خیال بود که نه خیالی. بسیار خوب که زیاد در روی خط نبوده است. زهرا تو خرسان نشو و تو خبری خوش و یک بد دارم. خبری بد؟ چی بوده است؟ خبری بد این که کلته کیلاس در روی خط مرگ است. چی؟ غیر امکان است زیایم رو میکشند. در روی خط بوده ایم کو؟ خبری خوش این است که دلیل سمی از طرف سود قبول نگشت تا دلیل نو یافتنم کلته کیلاس آزاد است. اوه آزاد شدم. اوه آزاد بودم. خلاص شدم. بوسه نکن. اینجا بودی مگر؟ وقتی که تو آمدی در اینجا پنهان شدم. اینقدر باجه بیشرف هستی. این و آن را گذار همکار. چه خیلی خبر خوش آوردی. در دنیا از همه خبر خوشی آورده این بود. همکار نگو مرا. اینقدر خستنی ده که کارتکلاس اژدهای سرخ از پس تو هم هست. او بطره اون نیست که قفا سنبقه رو بدوه. اون میقپد در سر شمشیر میکشه. کیست این اژدهای سرخ همکار؟ این از کجا برآمده؟ چه خیلی همکاره؟ دیوانه هستی آشنا؟ زهرا تو هم با دوست داشتت خیر خوش کنی خوب میشود. به نزدیکی در یگان جایش بکنند. درست در روی خط اژدها کارتکلاس هم است. یعنی زهرا میتونه که خط کارتکلاس عمر بعد خیر باد کنی که دیگر نیست. زهرا نترس تو از برای خدا. تو چه گپ زده ایستاده ای آشنا؟ ما حقیقت گپ زده استم. به عقل و بطر اونال نیست. خدایا من چیکار میکنم؟ اژدهای سرخ از پسمان است. میلیس با تو چی میشود؟ تو در روی خط نیستی. آخر چرا میترسی؟ خب اگر او فهمد که من عدنان جسور هستم چی؟ تو پروا نکن میلیس جان، من اون آدم رو با شمشیر خودش پاره میکنم. اژدها تو بطر اونال نیست. اولی نمیشناسش. کیست این اژدهای سرخ؟ با خدا ما هم نمیدونیم. یکم کس او را حتی رسمش رو ندیده است. ای مردک میگو که یک آدم پسیخی دیوانه ای. از آن روی خط 2 نفر رو میگن کشته است. 2 نفر دیگر رو پورا کرده است. میدونی؟ لیوین چی میگوید یزنا کنی گپ زنی زبانتون رو خورده؟ آخر زهرا کی ها رو کشتی یزنا؟ اگر به هجری دست زده باشد من اون را اولی شده کانون دیوانه و آدمهاش رو پورا کرده است. اکه کانون رو پورا کرده است؟ کانون گفتی؟ با این قناعت نکرده با یک کسی دیگر شوکت رو کشته است. شوکت گفتی؟ مردن کمیسر اونال. 2 تاش مرد، 2 تاش در حالت وزنی. اژدهای سرخ بسیار آدمی خطرناک است. هیچ کارش را نیم کارا نمیگذارد. یرادا کرده هایش را برای توزه کردن تکرارا باز میگردد. یعنی حیاتی همه ما زیر خطر است رفیقا. غیر امکان است.
خیرونال کی مرد کی زنده ماند یگان چیز بگو. تو گفتی ما رو صبح میخیزونی کو؟ اکنون ما چه خیل 17 ساعت روزه میداریم ها؟ زنگ صدا نداد من چیکار کنم؟ اکا من با تو نگفتم که به این باور نکن. چرا خودت زنگ ساعت رو نگذاشتی؟ خودت چرا نگذاشتی بنفشه جان؟ من با تو باور کردم. تشنه و گرسنه من چه خیل به روح میبرایم. بنفشه مگر تو میروی؟ بنفشه امروز بعد همه روید سنم. نه من نوبت عادت میکردم. از قیس گلم خلاص شدم. با هجری تنها میمونم باز. اوف الکه بسیار تشنه شدم. واهمه نکن بنفشه. به این هم در شهرتان 40 دقیقه پیش روزت رو میکشویی. به فایده تو میشود یعنی؟ چی ها میگویی؟ بنفشه تو امروز روزه نگیر. به این هم در راهی سفر هستی. آماده شو تو رو به ترمینال میبرم زود باش. کی باشه در این ساعت؟ ایست من میبینم. اکه اونال بخیر است یگان حدیثه شد. هجری سرمون در بلا است. حاضر یک آدم پیدا شده است لقبش اژدهای سرخ. برای گرفتن انتقام خیالی یک روی خط ترتیب داده است. اول کنون دیوانه و آدمایش را با شفقت کشت. چی؟ آنها رو کشته است؟ با دقت شما میرسونیم که قبول شهرنام برای تحصیل در دانشگاه سیانی دولت چین آغاز شد. امکانات شما تا 5 سال تحصیل و خوابگاه رایگان است. سال اول زبان چینی را به آسانی از خود میکنید و بعد 4 سال دیگر اختصاص میآموزید. اینچنین برای تحصیل شما استیپندیا داده می شود. دانستن علم و تکنیک زمانوی برای هر یکی ما و شما شرط و ضرور است. برای معلومات مفصل به سراغ ما بیایید. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه بابا جان غفوروف، بینای 34 کسر 2. تلفن برای تماس 908 44 88 18. هی چین و چین و چین و چین، تحصیل در دولت چین، امکانیت ها بسیار. بیا با چشم خود بین. مرحمت بیاید ما شما رو انتظار.